به نام خداوند دانایی و حکمت که هر موفقیت از اندیشه‌ای درست آغاز می شود. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همراهان آکادمی سیمرغ. امیدوارم که تا اینجای کار دیلی آنالیز ها و مارکت ریکپ هامون براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید ازش بهترین استفاده رو بکنید. امروز قراره بریم سراغ یکی از مباحث روانشناسی که در باب این موضوع هست که شما یا بعضی از افراد برای اینکه پول در بیارن ترید نمی کنن، بلکه برای اینکه خودشون رو اثبات کنن ترید میکنن. خب دقیقاً بخوایم ما راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم منظورمون چیه؟ منظورم اینه که خب الان شما مثال میرید چند تا سبک و بک تست میگیرید و میبینید واو چقدر عالی، چقدر خوب داره جواب میده و خب این دیگه بهترین سبکه ها برم باهاش سود کنم و دیگه قراره این 100% به من جواب بده. در صورتی که خب قطعا اینجوری نیست و هیچ سبکی وجود نداره که استاپ نداشته باشه. اگر واقعا این سبک وجود داشت الان تمام افرادی که توی اون سبک داشتن کار میکردن توی آمریکا 1000 تا خونه خریده بودن و خب داشتن بهترین زندگی رو میکردن. و خواهش میکنم ازتون همین اول کار این ذهنیت رو دور بریزید که سبکی وجود داره که 100% سودده باشه. ببین دوستان، چه زمانی معامله‌گر دیگه صرفاً پول براش مهم نیست و میتونه بگه که من میخوام خودم رو به بازار اثبات کنم، اون چیزی که من میگم درسته. وقتی میشه که دیگه اشتباه کردن یه تهدید برای شخصیت شما حساب میشه و اینکه دیگه این نیست که بگین خب من الان اومدم و پولم رو از دست دادم. نه، شما میگین من حرفی که من میزنم بازار باید طبق حرف من پیش بره، در صورتی که این یک ذهنیت کاملا بازنده است و یک ذهنیت کاملا اشتباه توی این بازار. ضرر باید برای شما هزینه داشته باشه نه برای ارزش خودتون. بریم سراغ این که تله های پنهان معامله برای اثبات خودتون. اولین موردی که اینجا هست اینه که شما میخواین حد ضررتون رو جابجا کنین. چرا شما اونو تغییر میدین؟ به این دلیلی که بازار تغییر کرده. باید این کار برای شما اتفاق بیفته که آقا من الان حد ضرر اصلا نباید تغییر بدم، بازار تغییر کرده باشه، بر وفق مراد من پیش نرفته باشه. شما باید کاملا مکانیکی به اون ستاپ خودتون پایبند باشید و نباید اجازه بدین که غرور شما بیاد این حد ضرر رو جابجا کنه به این دلیل که حالا بازار نمیدونم اخبار اومده یا هر چیز دیگه. و این باعث میشه که نتیجهش میشه که شما ضررهای بزرگتری به بازار بدید. دومین موردی که هست معامله انتقام جویانه است. شما به جای اینکه انتظار داشته باشین خب الان بشینم تا یک فرصت بهتر، یه فرصت دیگه بهم بده با همون ستاپ خودم وارد بشم، میخواین از بازار انتقام بگیرین و این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که تصمیم‌های احساسی میگیرین و احتمالاً ضررهای بیشتری بکنین. مورد بعدی اینه که میاین حد موقعیت هایی که میخواین بذارین بیش از حد بزرگ میکنین. یعنی چی؟ یعنی شما میاین اون ریسکتون رو بیشتر میکنید یا میاین هی ورودای مجدد میزنید و این باعث میشه که ریسکای غیر ضروری انجام بدین و اونم خب باعث میشه که حالا حساب از دست بره یا ریسکای بزرگتری متحمل بشید. و چهارمین مورد همین است که امتناع از پذیرش اشتباه. یعنی چی؟ یعنی شما داستانهایی برای خودتون میگین برای اینکه از غرورتون محافظت بشه، نه اینکه از سرمایه‌تون محافظت بشه. ما باید از سرمایه محافظت کنیم نه از غرور خودمون توی بازار. و این باعث میشه که شما کور بشین و نبینید که چه اتفاقاتی داره این برای این بازار میفته و حالا میخواین هی برای خودتون دلیل بیارین که نه این فقط یه حرکت ساختگیه، مارکت میکر میخواد بیاد استاپ منو بزنه، خبر اونو تغییر داده برمیگرده. نه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و شما با این کار باعث شین که به حسابتون آسیب بزنین و بزرگتر از اون میخواین به خودتون بگین که نه من الان داره به شخصیتم توهین میشه که الان استاپ خوردم، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. مورد بعدی که هست اینه که اگر شما یک معامله ضررده داشتین این شما رو تعریف نمیکنه. به چه منظور؟ یعنی این نیست که خب الان من اگه ضرر کردم اشتباهات شخصی من بوده، اشتباهات
ستاپ هم بوده. نه ببین، وقتی شما یه ستاپ براتون تعریف شده و دارید باهاش سود میکنید، اصلا 60% 70% این ستاپ جوابگو هست. این نیست که حالا با یکی دو تا سه تا معامله ضررده بخواین بگین که نه الان شخصیت من تخریب شده و به من آسیب زده شده. اصلا این چیزای روانشناسی رو باید کاملا جدا کنید و یه جورایی مکانیکی پیش برید. نباید بذارین که مثلا یه دونه ترید که شما انجام میدین به هویتتون آسیب بزنه. اولین چیزی که باید قبول کنین اینه که بازار احتمالیه. یعنی شما حتی بهترین ستاپ و بهترین تنظیمات هم که انجام بدین احتمال شکست وجود داره و باید شما بپذیرید. حالا وظیفه شما چیه؟ وظیفتون اینه که کاملا مکانیکی اونجایی که داره به شما ورود میده ورود بزنین، حجمی که میخواین رو انتخاب کنین، حالا نیم درصد 1% هر چی که هست اون رو انتخاب کنین و بذارید که نتیجهش رو ببینید. نباید هی احساسی عمل کنید، نباید کمالگرا باشید، باید ثبات داشته باشید، باید از سرمایه‌تون محافظت کنید و یه برنامه ریزی خوب داشته باشید. و مورد بعدی هم اینه که شما چیزی بیش از یه معامله این نیست که فقط بگین آقا این معامله شخصیت من و ارزش منو زیر سوال میبره. نه، شما خیلی بیشتر از یه معامله هستید و این صرفا یه معامله است که توش احتمال برد و باخت 50-50. ببینید ذهنیت های حرفه‌ای اینا هستن که طبق پلنشون برنامه ریزی میکنن، باختا میپذیرن که بخشی از یک معامله هست. اه، دقیقا میان با این احتمال بالای موفقیت تمرکز میکنن که هرچی باشه احتمال موفقیت داره، احتمال شکست هم داره. وقتی اشتباه میکنم میپذیرم و معامله میکنم به خاطر اینکه سود کنم، نه اینکه بخوام برتری خودم رو به نمایش بذارم. حالا ذهنیت های خود خواهانه به چه صورت؟ اینه که میگه من حتما باید درست بگم، کاری که من دارم میکنم درست در این کاره. وقتی یه باخت میدن یا یه ضرری میدن میگن که من به اندازه کافی خوب نبودم و خودشونو سرزنش میکنم. بعد اگر یه استاپی بخورن یا یه ضرری بکنن میگن نه حتما من باید این ضرر رو پس بگیرم هر جور شده. از تحلیلشون سفت و سخت دفاع میکنن و میگن که نه چون من اینو تحلیل کردم حتما باید این اتفاق بیفته، در صورتی که اصلا تو بازار از این خبران نیست. و یه چیزی که هست میگن من معامله میکنم تا به خودم و بازار اثبات کنم، در صورتی که اصلا همچین چیزی وجود نداره. هدف شما این نیست که همیشه درست بگین، هدف شما اینه که در طول زمان ثابت قدم باشین و یه ستاپی که پیش میرین همونو هی پیش ببرین تا به موفقیت برسین. لازم نیست چیزی را به بازار ثابت کنید. سبک و همون طرحی که دارین رو معامله کنید، نتیجه‌ای که میگیرین رو بپذیرید و بذارید به این نتیجه به مرور زمان بهتون ثابت کنه که آیا این سبکی که دارین کار میکنین خوب هست یا باید حالا یه کار دیگه ای انجام بدین روش و عوضش کنین. روی فرایند تمرکز کنین نه روی نتیجه. شما میتونید کاری که دارین انجام میدین اون اجرا دست شماست، اون تعهد به پلنه دست شماست، ولی نتیجه دیگه دست شما نیست. شما اون اجرا رو به نحو احسن انجام بدین و بذارین نتیجه بهتون ثابت کنه که آیا خوب هست یا نیست. شما باید از سرمایه‌تون محافظت کنید، نه اینکه وابسته کنید به اینکه تمام شخصیت من، بقای من توی این معامله است. نه، شما دارین صرفا از اون سرمایه که دارین محافظت میکنید و اون پلن رو به بهترین نحو اجرا کنید. زمان بدید، بذارین که نتایج را توی زمانهای بزرگ به شما نشون داده بشه. با یه دونه نتیجه صرفا نمیتونید بگین که آیا این خوب هست یا نیست. و معامله گری باشید که خودتون میخوان، نه این چیزی که حالا غرورتون میخواد. شما باید نظم داشته باشین، انضباط داشته باشین تا بتونین معاملات خوبی را داشته باشین. یک نفر که خب یه تریدر حرفه‌ای باشه از یه برنامه پیروی میکنه نه از احساساتش. ضررها رو بدون قضاوت در مورد خودش میپذیره و میپذیره که این بازار همیشه سودده نیست و ممکنه ضرر کنه. روی نتایج بلند مدت تمرکز میکنه نه روی نتایج کوتاه مدت. میدونه که ارزش شخصیت و حقیقی خودش به سود و زیان کردنش نیست و فقط صرفا این سرمایه و پولی هست که توی بازار گذاشته و هر روز هم بهتر میشه. حالا به چه صورت؟
ببینید الان اگه برین از سایر اساتید هم بپرسید، ما تقریبا بخوام بگم توی این 1 سال بالغ بر 100 بار اومدیم هی آپدیت کردیم، اپتیمایز کردیم. شما باید با بازار پیش برید. بازار وظیفه ای نداره که به ستاپ شما و تحلیل های شما گوش بده. شما ببینید بازار چی به شما میگه و باید خودتون رو اپتیمایز کنید همیشه با بازار. نباید بذارین قورتون بگه نه من با این سبک، بله ما پارسال پیارسال ما چند وقت قبل با این ستاپ سود میکردیم، پس حتما باید با همین ستاپ سود کنیم. نه، ببینید بازار داره بهشون نتایج بلند مدتتون رو ببینید. اگه میبینید نتایج بلند مدت کافی نیست، باید برید و اپتیمایز کنید، ببینید کجای سیستم ایراد داره. نباید قورتون بگه نه چون من با این سیستم حتما 10 سال پیش سود میکردم امروزم باید سود کنم. نه، اگر میبینید نتایج خوبه که خب دست به تغییرات نزنید و بذارید همون سیستم بمونه. اگر میبینید نتایج در بلند مدت نتایج قابل قبول نیست، اپتیمایز کنید. نذارید این غرورتون به شما غلبه بشه که نه من همینی که هست باید باشم، و همیشه سعی کنید که با بازار پیش برید. امیدوارم که جلسه امروز هم براتون مفید باشه. تا جلسات بعدی، خدایا را نگهدارت.